میخوام یه سری بازی بهتون بگم که به رشد حرکتی بچه‌ها خیلی کمک میکنه. اولین دسته از اون بازی‌هاییه که مناسبه برای تحریک حس عمقی و دهلیزی بچه‌ها. دومیش مناسبه برای تحریک حس لامسه بچه‌ها. سومی بازی‌هایی رو میخوام بهتون بگم که مناسبه برای تحریک حس بینایی بچه‌ها. چهارمی بازی‌هایی رو میخوام بهتون بگم که مناسبه برای تحریک حس شنوایی بچه‌ها. و آخرین دسته‌ای که میخوام بهتون بگم بازی‌هایی که مناسبه برای تحریک حس بویایی و چشایی بچه‌ها.